سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 55 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم دختر شیرازی رو با همدیگه کار کنیم و نوازندگیش رو یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. خب این قطعه شماره 55 یه قطعه 6/8 و ما از این دست قطعه ها قبلا زیاد زدیم و تمام نکاتی که توی این قطعه داریم تو درس‌های قبل وجود داشته. فرض ما بر اینه که شما این درس‌ها رو یاد گرفتید، نکته ها رو یاد گرفتید. اگر ایرادی توش دارید حتما برید به درس‌های قبل مراجعه بکنید و اون نکته ها رو یاد بگیرید. ولی چیز خاصی هم نداره، با هم پیش میریم جمله به جمله و سعی می‌کنیم نکته‌هاشو با هم دیگه کار بکنیم. جمله بندی این قطعه رو به صورت سه میزانی در نظر میگیریم برای این قسمت اولش، یعنی سه میزان اول میشه یه جمله. نوتامون هست سل ره ره می فا می ره دو سکوت ره دو سی دو ره. پس میشه سل ره ره می فا می ره دو ره دو سی دو ره. شمارشش رو که دیگه بلدین، میدونیم که هر نوت چنگ یک شماره است، هر نوت سیاه دو شماره است. پس با شمارش میشه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. بسیار عالی. میریم سراغ جمله بعد که میشه سه میزان بعدی. شروعش دقیقاً مثل میزان اوله، سل ره ره می فا، خط دوم می ره دو سکوت. فقط اینجا حواسمون باشه که توی میزان اول خط دوم اون 5 6 ما که 4 تا نوت دولاچنگه تبدیل شده اون نوت سیاهیه که توی میزان دوم آخر میزان داریم، یعنی یه دونه نوت ره اونجا داشتیم که نوت سیاه بود، اینجا تبدیل شده به 4 تا نوت دولاچنگ. پس میزان اول خط دوم میشه می ره دو سکوت ره 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 دو سی دو ره. پس این سه میزان رو میزنیم از میزان آخر خط اول. سل ره ره می فا می ره دو ره 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 دو سی دو ره. میشماریمش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 و 6 و 1 2 3 4 5 6. و اینجا یک جمله ما کامل میشه که دولا خط تکرار داریم. باید برگردیم از اول کل این قسمت رو بزنیم. بشنویم این قسمت رو. میریم سراغ قسمت بعد. این قسمت رو دو میزان میخونیم. دو میزان آخر خط دوم، می ره دو سکوت ره ره دو سی دو ره. میزنیم می ره دو ره ره دو سی دو ره. حواستون باشه این قسمت که میزان بندی مضراب گذاریاشو مشخص نکرده، دقیقاً مثل قسمت بالا باید بزنیم، یعنی مثل میزان دوم و سوم باید اجرا بکنیم این قسمت رو. با شمارش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. میریم سراغ خط سوم، دو میزان اول که خیلی شبیه دو میزان قبله، فقط باز دوباره اون نوت‌ها تبدیل به نوت دولاچنگ شده آخر میزان اول و میزان بعدی هم یه ذره کشش‌ها تغییر کرده. می ره دو ره 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 دو سی دو ره. می ره دو ره 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 دو سی دو ره. میشماریم 1 2 3 4 5 و 6 و 1 2 3 4 5 6. دو میزان بعد یعنی دو میزان آخر خط سوم، می ره می فا می ره دو سی دو. می ره می فا می ره دو سی دو. میشماریم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. و دو میزان بعد، دو میزان اول خط چهارم، ره دو ره می ره دو سی دو سی ره دو می ره دو سی دو سی. میشماریمش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6.
این الگوی چنگ نقطه‌دار دولا چنگ رو تو درس‌های قبل داشتیم، گفتیم 1 2 برای نوت چنگ نقطه‌دار میشه، او میرسه به دولا چنگ، 3 هم برای چنگ بعدیه، 1 2 او 3 4 5 6. میریم سراغ قسمت بعد، قسمتی که دولا خط تکرار باز شده، یعنی دو میزان آخر خط چهارم و میزان اول خط پنجم، این سه میزان با همه. نوتامون هست فا سی سی دو ر سی ر. میریم خط بعد ر سی دو سی، پس میشه فا سی سی دو ر سی ر ر سی دو سی. میشماریمش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 که این قسمت باید 2 بار اجرا بشه. این تبدیل میشه به این. قسمت بعد خط پنجم میزان دوم، نوتمون میشه سی 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 سولا سی سی لا سول لا سول. باز دوباره این سه تا میزان با همه، سی 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 سولا سی سی لا سول لا سول. میشماریمش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. و خط آخر که باز دوباره سه میزان هست، دقیقاً تکرار همینی که زدیم ولی رو سیمای ضرب. سی 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 سولا سی سی لا سول لا سول سی 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 سولا سی سی لا سول لا سول 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. کلش رو یه دور اجرا میکنم. اگر بخوایم قطعه رو با مترونوم اجرا بکنیم، سرعت قطعه رو مشخص کرده 50، پس سرعت رو میذاریم رو سرعت 50 و خب 6 8 تا رو مترونوم رو روی 2 ضربی میذاریم و با هر ضرب مترونوم 3 تا شماره میشماریم. 1 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. این هم اجرای این قطعه با مترونوم. حالا اگر که یک کمی حرفه‌ای‌تر اجراش بکنیم و تکنیک بهش اضافه بکنیم و یکم سریع‌تر بزنیم، حالت قطعه بیشتر نزدیک میشه به اون اصل قطعه. مثلا میتونیم اینجوری اجراش کنیم.
امیدوارم که این قطعه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.